روایتی از آلبوم‌های خانوادگی از دهه 20 تا 70 شمسی. من در این پایان‌نامه به سراغ آلبوم‌های خانوادگی رفتم تا روایتی بصری بسازم از زندگی زنان خانواده‌ام. آنچه در این میان برایم برجسته شد، مشاهده رد پای تحولات اجتماعی در تصمیمات و انتخاب‌های این زنان بود، به ویژه در زمینه ازدواج و تحصیل، و این دگرگونی‌ها در خورد روایت‌های بصری که شکل داده‌ام بازتاب یافتند. حین بررسی این آلبوم‌ها متوجه شدم که بسیاری از تصاویر فاقد روایت خطی یا ثبت یک واقعه مشخص هستند و بیشتر به ثبت لحظات عادی پرداختند. همین ویژگی ضرورت افزودن شرح و تفسیر را ایجاد کرد و خرد روایت‌ها را به ابزاری برای پر کردن این خلا بدل کرد. هیجان انگیزترین بخش این فرآیند کشف عکس‌های پنهان در لابلای آلبوم‌ها و نگاتیوهای فراموش شده بود. نگاتیوهایی که به خاطر ملاحظات اقتصادی، مشکلات فنی در چاپ یا بی اهمیت بودن لحظاتی که توسط کودکان ثبت شدند، هرگز چاپ نشدند. برای احیای این تصاویر و دادن هویتی نو به آنها، از تکنیک چاپ سایانوتایپ استفاده کردم تا امکان گزینش و تاکید بر بخش‌های خاصی از هر تصویر را داشته باشم.